به نام خداوند بخشنده مهربان. حمد و ثنا بر آفریدگار جهانیان، دعا و درود بر آخران پیامرسان الهی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم و یاران با وفا و خاندان پاکشان. السلام علیکم هموطنان گرامی بینندگان محترم. سرول یکی شما را و در سیمای شما تمام مسلمانان جهان را با فرارسی این ماه شریف رمضان، ماه رحمت، مبارکباد میگویم و از خداوند متعال میخواهم برای همگی ما توفیق انجام دادن عبادت و بندگی و کارهای خوب و زیبا و پسندیده را در این ماه نصیب فرماید و ما را از دست زدن به خطا و گناه و معصیت محفوظ بدارد و تمام اعمال ما را به درگاهش قبول بفرماید. واقعا ماه رمضان یک فرصت است برای بندگی، برای نزدیک شدن به خداوند، برای دوری از معصیت و گناه، برای اصلاح و پاکسازی و برای همدیگرایی، برای اتحاد، همبستگی، برای همدیگر فهمی، همدیگر بخشی، برای آن که بتوانند مسلمانان با هم در مقابل ظالمان بایستند و نگذارند که مردم مسلمان، بندگان خدا از این بیشتر، از این زیادتر زیر ظلم و ستم ظالمین و متکبرین قرار بگیرند. و ما نیز مردم تاجیک که امروز در یک وضعیت بحرانی قرار داریم و مردم زیادی از تاجیکان در داخل در وضعیت اسفباری قرار دارند. اکثر برادران ما و شما دوستان خدا بدون جرم و گناه با تهمت و دسیسه وارد زندان کرده شدند و قسم زیادی از مردم ما بیرون از وطن در مهاجرت و در بدری قرار دارند و بازم بر این اکتفا نکرده کسانی که این مردم را به این روز گرفتار کردند بازم دنبال آن هستند که ظلم و ستم خود را از این بیشتر نمایند. این ماه مبارک یک فرصتی هست که ما مردم تاجیک به خود بیاییم و برای ساختن آینده خود تلاش کنیم و گرد هم بیاییم و آینده خود و فرزندان خود را بسازیم و اون کسانی که بالای مردم ظلم میکنن، ستم میکنن، خوب خواسته های مردم را نادیده میگیرن، میبایست در این ماه رمضان به خود بیایند و باری هم اندیشه کنند که با مردم خود چیکار دارن میکنن و به داد این مردم بیچاره برسند و دست از ظلم و ستم و جبر کردن بالای مردم خود دست بکشند. وگرنه در طول تاریخ زیاد بودن ظالمان و متکبرانی که بر مردم خود ظلم کردند، ستم کردند، خواسته های اونها را نادیده گرفتند که در نهایت خداوند اونها را به سزای اعمالشان رسانید. امروز هم اگر این ظالمین و این متکبرین و این خودخواهان به خود نآیند و از این ظلم و ستم خود دست نکشند، زود است که خداوند آنها را به سزای اعمالشان برساند. در اینجا به مناسبت وقت یک قصه را میخواهم ذکر کنم و در پایان قصه درس ها و عبرت هایی که از این قصه برداشت می شود به سمح شنوندگان بینندگان برسانم تا ببینیم که هیچ ظالمی نمیتواند یک عمر مردم را زیر ظلم و ستم خود نگه بدارد و نگذارد که آنها زندگی شایسته داشته باشند. حتما روز پیدا می شود شخصی و در بعض موارد حتی کودکی که این ظالمین و متکبرین و خودخواهان را به زانو بشیناند.
خداوند در سوره بروج قصه را یاد میکند که بعد از زمان حضرت عیسی و قبل از بعثت حضرت محمد صلی الله علیه وسلم به وقوع پیوسته بود. اونجا که خداوند میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیها قعود و هم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود وما نقموا منهم الا يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير. در این چند آیاتی که خداوند در سوره بروج در قرآنش نازل کرده است از قصه یاد میکند که معروف به قصه اصحاب اخدود است. خداوند در این سوره اشاره دارد به این قصه که رسول خدا صلی الله علیه وسلم در حدیث که امام مسلم از صهیب روایت میکند در صحیح مسلم این قصه را با تفصیل نقل میکند که در این طرز بیان پیامبر صلی الله علیه وسلم که برای ما رسیده است درس ها و عبرت های زیادی در این قصه نهفته است، چون قصه های قرآنی که خداوند از اونها برای ما یاد میکند همش برای درس گرفتن، عبرت گرفتن و زندگی خود را ساختن است و برای ما خداوند اینها را یاد میکند. رسول خدا صلی الله علیه وسلم میفرماید در آن زمان شاه ظالم و متکبر و خودخواه زندگی میکرد و مردم را خب ظلم میکرد، ستم میکرد و آنها را مجبور میکرد که اون را عبادت کنند و آن را خدا بدانند، یعنی دعوای خدایی میکرد. و یک ساحر همراه داشت، اون جادوگر و ساحر در این عملی بدش، در این کاری بدش این خودخواه را کمک میکرد و با فریب و دروغ، با سحر و جادو مردم را وادار میکرد که از این ظالم و از این متکبر اطاعت کنند و خواسته های او را با جا بیارند و باطل را و این ظلم و ستمش را برای شاه خب حق جلوه میداد و اون را در این ظلم و ستمش کمک میکرد. اون ساحر به سن پیرانسالی رسید و احساس کرد که مرگش نزدیک است. برای اینکه این خودخواه و این ظالم، این شاه متکبر بتواند به این حاکمیت خود دوام بدهد او را وصیت کرد. از او خواست که مرگ من هم نزدیک شده است، شاید که امروز یک فردا من از دنیا بروم، باید نفری باشد که من برای او این سحر را تعلیم بدهم تا که در آینده در خدمت شما باشد. و بالاخره پسر بچه پیدا کردن و در خب اختیار این ساحر گذاشتن تا که تعلیم بگیرد و سحر را بیاموزد و در آینده خدمتگزار شاه باشد. خلاصه پسر بچه هر سحر به نزد ساحر میرفت و علم سحر میآموخت و در راه رفتن به خانه ساحر به نزد ساحر یک راهب و اصطلاح یک روحانی زندگی میکرد و پسر بچه خب به نزد او هم سر میزد و از سخنان او گوش میکرد، استفاده میکرد و وقتی که نزد ساحر میرفت از درس دیر میماند، ساحر او را ضرب میکرد، خب شکنجه میکرد که چرا به درس دیر میآیی. خلاصه چند مدت از این گذشت و خلاصه قصه را بیان کنیم که وقت خب خیلی کم است. خب چند مدت از این گذشت و پسر بچه هم از روحانی استفاده میکرد و هم از ساحر خب استفاده میکرد. روز در هنگامی رفتن به خانه ساحر برای درس مشاهده کرد که مردم زیادی در راه ایستادن و حیوان بزرگ جوسه پیش راه اونها را گرفته است و نمیگذارد که اونها از راه رد شوند. پسر بچه به خود گفت این فرصت است که من باید بسنجم که آیا این گفته ها و سخن های راهب حق هستند و راهی که راهب برای من نشان میده حق است و یا اینکه
خب این علم ساحر بهتر و برتر است. خلاصه رفت نزد اون مردم و سنگی را برداشت و گفت خدایا اگر این راهی که روحانی و راهی برای من نشان میدهد حق است و برتر است از راه و روش ساحر، خب این حیوان را هلاک کن تا اینکه مردم بگذرند. و سنگ را پرتاب کرد و جانب حیوان و جانب حیوان سنگ را پرتاب کرد و سنگ را پرتاب کرد به جانب حیوان و اون حیوان هلاک شد. خلاصه و مردم از راه رد شدند. و این قصه را برای راهب قصه کرد، برای اون استادش بیان کرد. خب وقتی که این قصه را بیان کرد، استادش برای او گفت تو در جایگاه منزلت در این روز در این زمان از من بالاتری و حتما در انتظار تو مصیبت ها و سختی هایی هست و حتما تو آزمایش میشوی برای دعوتت، برای این راحت. وقتی که تو آزمایش شدی، خب مصیبت و سختی در گرفتار شدی، هیچگاه مکان من را افشا نکن. خب سیری که بین ما و تو هست افشا نکن. خب خلاصه بعد از این دیگر این پسر بچه شروع کرد به خب دعوت مردم و یاری رساندن مردم تا آنجا که بیماران اینها را شفا میبخشید. با دعای این پسر بچه بیماران شفا میافتند، حتی ناشنوایان، نابینایان، خب کسانی که مبتلا به بیماری برص پیسی بودند شفا پیدا میکردند. و این آوازه پسر بچه تا درگاه شاه رفت و شاه هم نشینی داشت خب که اون نابینا بود و وقتی که از این چیز باخبر میشد میآید نزد پسر بچه و از او درخواست میکند که خب به چشمان او شفا بخشد، بینایی او را باز برگرداند. اما پسر بچه میگوید از دست من کاری ساخته نیست، بلکه این کار را تنها خداوند میکند. اگر تو به خداوند ایمان بیاری حتما من دعا میکنم، از خدا میخواهم که بینایی تو را برگرداند. خب اون همنشین شاه که با هدایای زیاد نزد پسر بچه آمده بود، خب دیگر به خداوند ایمان آورد، یگانگی خداوند را پذیرفت و با دعای پسر بچه شفا یافت. وقتی که به نزد شاه برگشت و در حضور شاه چون هر روزه نشست، شاه دید چشمان او بینا هستند. در حیرت شد و پرسید این بیناگی چشمی تو از کجا؟ خب اون مرد که ایمان آورده بود گفت این بیناگی مرا خدای من و خدای تو برای من دوباره برگردان. خب شاه حیرت زده شد و چون که تا این زمان چنین سخنی نشنیده بود و گفت کدام خدا، از کدام خدا صحبت میکنی؟ آیا غیر از من خدای داری؟ غیر از من خواجه داری؟ غیر از من رهبر راهنمای داری؟ خب اون گفت بله، خدایی هست که این عالم هستی را آفریده است، مرا آفریده است، شما را آفریده است، بندگان را روزی میدهد. خب خلاصه شاه در غضب شد، این همنشینش را اونقدر عذاب و شکنجه کرد که گفت خب فلان پسر بچه این کار را برای من کرده است. وقتی که پسر بچه را حاضر کردن، شاه دید و شناخت و گفت واه، این علم سحری تو اینقدر بالا رفته است که تا آنجا که تو میتوانی شخصان نابینا را خب بینایی بخشی. اون پسر بچه در جواب گفت نه، این کار دست من نیست، این کار سحر نیست، این کار خداوند است. خداوند است که این کار انجام میدهد. خب وقتی که این پاسخ را شنید، او را زیر عذاب شکنجه گرفت تا اینکه پسر بچه مکان راهب را نشان داد و راهب را هم آوردن. شاه دستور داد اولا راهب را که از دینت برگرد و در خدمت من باش. اما راهب از این خواسته شاه سرپیچی کرد و شاه او را با اره از سر دو نیم کرد. این چنین همنشینش را با چنین شکل به قتل رسانید و پسر بچه را حاضر کرد و او را هم دستور داد که از این راهش برگردد. پسر بچه هم ابا کرد، اما شاه او را به شکلی دوی اول هلاک نکرد، بلکه
طرز دیگر میخواست او را به قتل برساند تا اینکه فرصت پیدا کند که اون را در خدمت خود بگیرد و برای ادامه این حکومت ظالمانش از او استفاده کند. دستور داد به سربازان که او را برند قله کوه و از اونجا سرازیر کنند. شاید تا اونجا بردن، تا به قله کوه رسیدن، این پسر بچه پشیمان شود و از راهش برگردد و بیاید در خدمت من قرار بگیرد. خلاصه سربازان او را بردن قله کوه و از اونجا خواستن و پایان هوا دهند که پسر بچه به درگاه خداوند دست برداشت و دعا کرد که خداوند شر اینها را از سر من دور کن. خداوند در حال دعای او را مستجاب کرد و آنها را هلاک نمود و پسر بچه را نجات داد. پسر بچه دوباره برگشت به نزد شاه و حادثه را برای شاه قصه کرد. دوباره شاه دستور داد که اون را ببرند و در مابین بحر، در بحر غرق کنند. این کار را هم کردن اما موفق نشدند و با دعای پسر بچه خداوند او را نجات داد و اون سربازان شاه که همراه او بودند هلاک شدند. دوباره برگشت به نزد شاه و قصه را برای شاه بیان کرد. این شاه ظالم دیگر حیران ماند که به کدام شکل ای را به قتل برساند، اما پسر بچه برای اون گفت تو نمیتوانی مرا به قتل برسانی، این کار از دست تو ساخته نیست مگر اینکه به توصیه و راهنمایی من عمل بکنی. خب شاه هم که دیگر ناچار مانده بود و در مشکلی گیر کرده بود، از این خاطر گفت بگو چی چیز میخوای، چگونه باید تو را به قتل برسانم. پسر بچه گفت باید تو مردم را در روز یک جا جمع کنی، در یک میدان وسیع جمع کنی و مرا در صلیب بیاویزی و تیر برداری و داخل کمان کنی و بگویی به نام خدای این غلام و تیر را با جانب من پرتاب کنی. در این صورت تو میتوانی مرا هلاک کنی. خب خلاصه شاه چنین کرد، مردم را جمع کرد و پسر بچه را در صلیب آویخت و تیر برگرفت و در کمان گذاشت و گفت به نام خدای این غلام و به طرف پسر بچه پرتاب کرد و اون تیر به سینه پسر بچه خورد و پسر بچه هلاک شد. خب این هنگام بود که مردم مشاهده میکردن و میدیدن که خب شاه چی میگوید و به کدام شکل پسر بچه را به قتل رساند و از حادثه های قبل هم آگاه بودن که شاه چند مرتبه تلاش کرد که از این پسر بچه هلاک شود اما نتوانست و در اینجا با این شکل پسر بچه را هلاک کرد و مردم دریافتند، حقیقت را پی بردند، دیدن که حقیقت کجا است و این شاه یک انسانی حقیر و محتاج است، یک انسانی است که کاری از دستش ساخته نیست، خدا نیست. خب همگی گفتن ایمان آوردیم. خب به خدای این پسر بچه خداوند را به یگانگی قبول کردند و مسلمان و یکتاپرست شدند. خب بعد از چند مدت خب این دعوت پسر بچه در بین مردم پهن شد و مردم زیاده به دین یکتاپرستی گرویدند و این آوازه هم به نزد شاه رسید و شاه را گفتند چی کاری بود تو کردی؟ خب این همه مسلمان شدند، همه یکتاپرست شدند، همه به دین عیسی مسیح گرویدند. خلاصه باید کاری کرد وگرنه این حکومت، این قدرت، این سلطنتی تو، این که تو دعوای رهبری و دعوای خدایی میکردی، همه این از دست تو میرود و دارد. خب مشاوران کسانی هستند در اطراف او که باطلی او را برای او حقیقت جلوه میدهند و او را وادار میکنند به اینکه در مقابل حق بایستد، در مقابل مردم بایستد و نگذارد که این قدرت و این سلطنتی او از دست برود، چون که این اطرافیان شاه از اون استفاده میکنند و تنها به خاطر منفعت دنیای خود اون ظالم را وادار به چنین کار میکنند. خلاصه شاه بعد شنیدن این دستور داد، مردم را جمع کردند، خلاصه چاهای کندند و اونها را پر از آتش کردند و مردم را حاضر کردند و خود شاه و اطرافیانش نزد اون نشسته بودند و مردم را حاضر میکردند. هر کی از دین یکتاپرستی بر نمیگشت او را داخل زندان، داخل آتش میکردند و این کار را مشاهده میکردند. خلاصه مردم زیادی را با این شکل سوزانیدند، به قتل رسانیدند تا اینکه زنی را آوردند که در دستش کودک نوزادی داشت و او را گفتن از دینت برگرد وگرنه داخل آتش میشوی، تو هم این گرفتار این عذاب شاه میشوی. خب
کمی این زن درنگ کرد به خاطر کودکش. فکری در سرش پیدا شد، اما این هنگام بود که کودک که نوزاد به سخن آمد و گفت یا مادر جان، ای مادر جان صبر کن، تو در راه حق هستی و به سخن اینها گوش مده. این هنگام بود که مادر و کودکش خب گفتن ما از دینمون بر نمیگردیم، هرچی باد باد، و آنها را داخل آتش اون چاه کردن. این بود قصه که رسول خدا صلی الله علیه وسلم با تفسیر در حدیثش بیان کرده است که درس ها و فایده های زیادی در این خب حدیث برای ما نهفته است. خب مختصرا چند فایده و درس رو از این حدیث میگوییم و صحبت خود را به آخر میرسانیم. اولین چیزی که ما در این قصه مشاهده میکنیم این است که یک انسان وقتی که به قدرت میرسد، وقتی که به سلطنت میرسد و راه ظلم و ستم را پیش میگیرد و از خداوند دور میشود، از مردم دور میشود و در احاطه شخصان قرار میگیرد که اون را تنها به خاطر منفعت های شخصی خود استفاده میکنند و اون را وادار به این اعمال زشت میکند، تا آنجا پیش می رود که خود را خدا می گوید و در مقابل فرمان و دستورات خداوند می ایستد و دیگر می گوید تنها من هستم و هر چیزی که من بخواهد باید آن شود و هر چیزی را که من نپسندم باید مردم نپسندند. این شاه ظالم نمونه از چنین شخصیت هاست تا آنجا که دعوا می کند که خدا من هستم. امروز هم زیاد هستند چنین شخصیت هایی که چنین قدرتمندانی که چنین خودخواهانی که دعوا میکنن که حرف حق تنها حرف ماست، هر کی در مقابل سخن ما سخنی میگوید اون باید مجازات شود، اون باید زندانی شود، اون باید بدرغه شود، تا اونجا که به خاطر حفظ قدرت و منصب و دارایی خود همنشینان خود را فدا میکند، همنشینان خود را که راه حق را برای او نشان میدهند آنها را به هلاکت میرساند. چنانه که این شاه همنشین خود را که نابینا بود و راه حق را یافته بود و برای شاه گفت شاه حقیقت این است، از این ظلم و ستم دست بکش، این راهی که تو میروی راه نادرست نارواست، عاقبتش بد است. اما شاه با این همه گذشته اون نگاه نکرده او را بیرحمانه به قتل میرساند. امروز هم همچنین است. میبینیم که زیادی از چنین خودخواهان، متکبران، ظالمان همنشینان خود را، همصفان خود را به کجاها بردن، به چی بالاها گرفتار کردن. دوم چیزی که از این قصه و از این شاه متکبر دیده می شود این است که همه وقت چنین شخصیت ها، چنین ظالمان، چنین متکبران خدمتگارانی دارند، شخصیت هایی دارند که اونها را به این راه میبرند و در این ظلم و ستمشان اونها را کمک میکنند و حقیقت را برای اونها باطل و باطل را برای اونها حق نشان میدهند. این در این رال در اینجا ساحر بازی میکند. همه وقت چنین ظالمان، چنین متکبران، چنین خودخواهان ساحرانی دارند که باطل را برای اون حق جلوه میدهند، با دروغ و فریب، با پوشیده داشتن حقیقت این ظالمان را به این راه میبرند و در نهایت هم خود را و هم این ظالم را هلاک میکنند و به عذاب خدا گرفتار میکنند. در طول تاریخ زیاد است چنین نفران. در قصه فرعون میخوانیم هامان دارد وزیر مشاوری که چند بار فرعون را که تمایل به حق کرده بود از این راه میزند و میگوید نه این کارا نکن. امروز هم چنین است. شاید این به اصطلاح شاهان امروزه، متکبران و ظالمان امروزه باری هم در فکرشان بیاید که این کار اینها نادرست است، نارواست، باید به داد مردم رسید، باید به خواسته مردم جواب گفت. اما این نمود اشخاص، این نمود به اصطلاح ساحران و مشاوران
او را نمیگذارند که به داد مردم برسد، نمیگذارند که حرف مردم حتی به سمع او برسد. تمام راه‌های رسیدن حقیقت به اون را بند میکنند، در احاطه خود میگیرند، نمیگذارند که با مردم رسیدگی داشته باشد و مردم با او دسترسی داشته باشد. اطراف اون را چنین شخصان میپوشند که عبدالرحمن کواکبی در مورد این چنین شخصان میگوید که اینها وحشی ترین شخصیت های روی دنیا هستند که این ظالم را، این شاه را، این خودخواه را به این روز آورده میرسانند. این است نقشی چنین مشاوران، چنین همنشینان ظالمان و متکبران که نقشی ساحر را بازی میکنند که در این قصه از آن یاد میشود. حتی ببینید این ظالم، این شاه، این متکبر تا جای میرسد که مردم خود را با بدترین عذاب و شکنجه هلاک میکند به خاطر حفظ قدرت. امروز هم این چیز را ما در تاریخ مشاهده میکنیم، میبینیم که دیکتاتوران و ظالمان امروزه با مردم خود چه مناسبت میکنند. به خاطر حفظ قدرت و منصب و وظیفه خود از بحر مردم میگذرند. بگذار میلیون ها مردم در بدر باشند، میلیون ها مردم دور از وطن باشند، هزارها مردم در زندان باشند، اما اونها حکمرانی کنند. برای این مردم میباید بیدار شوند و این نمود شخصیت ها ظالمان و این نمود رهبران را وادار کنند که به حرف اونها گوش بدهند، وگرنه دیر می شود و دیگر عذاب خدا فراگیری همه اونها می شود. عبرت دیگر، درس دیگر این است که این ظالمان هرچی قدرت داشته باشند، نیرو داشته باشند، هرچی قوت داشته باشند، دیر دوام نمیکنند. حتما خداوند کسی را پیدا میکند که در مقابل اونها بایستد و حقیقت را به مردم برساند و باطل اونها را برای مردم باطل جلوه بدهد. در این قصه میبینیم حتی یک کودک، یک پسر بچه سبب میشود که این ظالم به سزای اعمالش برسد و مردم از حقیقت آگاه شوند. قهرمان این قصه پسر بچه بود که خداوند با واسطه این مردم را آگاه کرد، مردم را بیدار کرد. از این خاطر باید ما امروزه توجه بیشتر به فرزندان، به کودکان بکنیم، چون که کودکانی که نورسانی که امروز نورسان تاجیک، مردم تاجیک امروز اکثر در بدر هستند، اکثر در تاجیکستان شرایط تعلیم و تربیت ندارند. در آینده اینها چی میشوند؟ امروز باید ما در فکر اینها باشیم و برای تربیت این نسل بکوشیم، چون که این نسل امروز کودک هستند، فردا مردان میشوند، فردا آینده ساز این ملت هستند. شاید اینها باشند که یک عصری نو، یک عصری جدیدی را برای ملت تاجیک در آینده رقم بزنند. باید تمام تلاش، سعی و تلاش خود را داشته باشیم که این فرزندان ما، این نورسان ما ضایع نشوند و هر چیز زودتر شرایطی تعلیم و تربیت و خوبی را برای اینها فراهم کنیم، وگرنه هم در پیش خداوند و هم در پیش این نسل ما جوابگو خواهیم بود. باید این چیز را هر چیز زودتر درک کنیم و دنبال حل این مسئله شویم. چیزی که باز در این قصه میبینیم این است که روحانیان، این استادی، این طفل چگونه خب وقتی که این پسر بچه به درجه علمی بالا میرسد از اون قدر میکند و با صراحت میگوید تو امروز از من بالا هستی، جایگاهت امروز از جایگاه من بالا هست و تو باید این دعوت رو پیش بگیری. یعنی امروزه شاید دیده نشود چون این نفرانی که خب اعتراف کنند که بله شاگردش جایگاه است، از جایگاه او بلند است، هم در علوم دنیوی و هم در علوم دینی. این یکی از سبب‌های عقب ماندگی خب مردم ما امروزه است که تشویق و تشجیع نیست برای کودکان، برای طالب علمان، برای شاگردان که فرزندم تو امروز علمت
خب بالا هست. خب تو پیشروی داری، تو باید حرکت کنی، تو باید خب به جهانیان نشان بدی که یک شخصیت برجسته هستی. رسول خدا صلی الله علیه وسلم در زندگیش میبینیم صحابه را چنین تشجیع میکردن، حتی از اونها با عنوانها یاد میکردن، میگفتن اقرأکم ابی، یعنی که حافظترین شما، عالم به قرآن در بین شما ابی است. افرادکم زید، یعنی کسی که دانش علم فرایض را دارد، علم ترکه را دارد، در بین شما زید است. این چنین از دیگر صحابه ها با چنین شکل یاد میکرد. این است یکی از ویژگی های این روحانی. اما روحانیان ما امروزه به خاطر اینکه فرزندان ما را، خب نورسان ما را تربیه کنند که راه حق را برای آنها نشان بدهند و آنها را طور به وایا برسانند که در مقابل ظلم بایستند، در مقابل ناعدالتی ها بایستند، از خردی اونها را باید به این شکل تربیه کنند. اما متاسفانه دارند فرزندان ما را طرز تربیت میکنند، از منبرها طرز سخن میگویند که باید همه وقت غلام باشند، باید همه وقت مقلد باشند و چیزی از خود نگویند و هرچی رهبر میگوید، هرچی پیشوا میگوید، اگرچه باطل هم باشد، اگرچه ناحق هم باشد، باید گوش به فرمان او باشد. چند روز پیش هم در پیام رئیس جمهور این چیز مشاهده شد. یکی از روحانیانی به نام روحانی کشور شرم ناکرده از منبر میخیزد، به جای اینکه بگوید جناب یا که پیشوا این سخن شما مخالف با دستورات اسلام و شریعت است، این شریعت چنین میگوید، حق این است و راهنمایی درستی برای رئیس جمهور کند. واقعا این به جای اینکه راه درست نشان بدهد، باز هم رئیس جمهور را در این حرفش تأیید میکند و از کتاب هم دلیل میآورد به آنکه توضیح درست نسبت اون دلیل داشته باشد. این میماند همون ساحری که در این قصه ما داریم. این نمود روحانی ها، این نمود زیاییان به منزله اون ساحر هستند. اما اون روحانی که در قصه داریم، ببین چه نمود این پسر بچه را تربیت میکند و اون را به وایا میرساند که مردم را از حقیقت و یکتار پرستی آگاه میکند و باطل را برای مردم باطل نشان میدهد. این است وظیفه و مسئولیت یک روحانی در بین مردم. باید اگرچه جانش در خطر است، باید تلاش کند که مردم را آگاه کند، حقیقت را برای مردم نشان بدهد، نه اینکه به مانند ساحر با فریب و دروغ همیشه باطل را برای مردم حق جلوه بدهد. متاسفانه امروز در جامعه ما این چنین چیزها زیاد به مشاهده می رسد که یک روحانی باید وظیفه مسئولیت روحانی بودنش را انجام بدهد، اما متاسفانه یک روحانی امروز، یک زیایی امروز دارد کار اون ساحر را انجام میدهد در جامعه ما. خب در دوام قصه ما یک چیزی مهمی داریم که کودک، این پسر بچه از شاه درخواست میکند، میگوید مردم را در یک میدان وسیع جمع کن. چرا این پسر بچه این درخواست را میکند؟ برای آنکه وقتی که در اون میدان این کار را شاه انجام میدهد، مردم متوجه میشوند که حقیقت چیست. وقتی که مردم فهمیدن، درک کردن حقیقت چیست و فکر درست پی بردن، فهمیدن که باطل چیست، حتما در مقابل ظلم ایستند، حتما وادار میکنن که اون دیکتاتور، اون ظالم، اون خودخواه در پیش اونها زانو بزند. برای این سیر این دعوت پسر بچه از شاه این است که مردم را یک را جمع کن. در خب طور تاریخ زیاد هستند چنین نمونه ها. حضرت موسی حتی از فرعون درخواست میکند اگر میخواهی با من مبارزه کنی، مردم را در روز عید در یک میدان جمع کن و در حضور مردم با هم مبارزه کنیم تا اینکه حقیقت برای مردم رسانیده شود. وقتی حقیقت برای مردم رسانیده شد، مردم هم انسان هستند، در مقابل این ظلم و ستم می ایستند. چگونه که چند مدت پیش دیدیم مردمی
با شرافت ارمنستان با عزت در مقابل حکومت خود ایستادن، در مقابل ناعدالتی ایستادن و به نتیجه رسیدن، پیروز شدن. امروز هم باید مردم درک کنند وظیفه روحانیان، وظیفه ضیاییان، وظیفه روشنفکران، وظیفه شخصانی که برای عدالت مبارزه میبرند باید مردم را آگاه کنند. وقتی که مردم آگاه شدن به کوچه ها میریزن، بیرون میبرایند و درخواست میکنند که حقوق ما باید داده شود. این از سیر این قصه که پسر بچه مردم را میگوید یک جا جمع کن. امروز باید تلاش کرد که مردم ملت تاجیک آگاه شوند، بیدار شوند، وگرنه هر روزی که میگذرد فرصت ها از دست رفتن میگیرد. خب ما با کسی سری دشمنی نداریم، ما تنها میخواهیم که مردم بیدار شوند، حکومتدارا بیدار شوند، رهبران بیدار شوند و به خاطر ساختن آینده ملت و کشور کار کرده باشند. ما نمیخواهیم که حتی یک نفر در زندان باشد، یک نفر بیرون از وطن باشد. همه میخواهند در داخل وطن زندگی آسوده، آرام و آزاد داشته باشند، چگونه ای که ملت های پیشرفته امروز این زندگی آسوده و آسایشته را دارند. به خاطر این برای به دست آوردن این باید مردم بیدار شوند، وگرنه دیر می شود و 10 ساله ها شاید 20 ساله های دیگر ما به عقب رویم. خب درس و عبرت دیگری که در این قصه هست و بسیار باید روش توجه کرد این است که وقتی که زن را میارن پیش آتش و میخوان اون را وارد آتش کنند، تهدید میکنند، یک درنگ در زن رخ میدهد، اما با یک صحبت کودکش اون در جاش استوار می ایستد و اون آتش چاه را ترجیح میدهد بر اینکه غلاموار زندگی کند در اطاعت این خودخواه و دیکتاتور باشد. امروزه باید مردم از این زن، از این کودک درس عبرت بگیرند. خصوصا مبارزین نباید در خود سستی نشان بدهند و نباید از این راه برگردند. این راه تنها راه عدالت است، راه آزادی است. تنها مردم همین چیز را میخواهند، چیز دیگر نمیخواهند. یعنی که در کشور عدالت باشد، در کشور آزادی باشد، به داد مردم رسیدگی شود، خب خواسته های مردم برآورده شود. تنها این چیز است، چیز دیگر این مردم نمیخواهد. همه این مردم که منصب نمیخواهد، همه این مردم هزارها، صدها هزار، میلیون مردم که نمیتواند رئیس جمهور شود، این صدها هزار مردم نمیتوانند که همه وزیر شوند. تنها اینها آزادی میخواهند، عدالت میخواهند و زندگی آسوده و آسایشته برای مردم میخواهند. خواسته مردم تنها این است. در آخر دعا میکنیم که خداوند توفیق بدهد، خداوند راهنمایی کند ملت ما را، مردم ما را، خب حتی رهبران ما را که به خود بیایند و برای ساختن آینده ملت و کشور کار کرده باشند و برای اینکه مردم زندگی آسوده داشته باشند، مردم آزادانه در کشور خود زندگی کنند، سرجم باشند، بیدار شوند. این ماه رمضان یک فرصتی برای بیدار شوی مردم است. خداوند این فرصت را از ما نگیرد و ما را در این فرصت توفیق بدهد که به هم بیاییم و ملت و کشور خود را بسازیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تا برنامه آینده در پناه خداوند متعال باشید.